درود دوستان عزیز، امروز یک قطار جوانان مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان از شهر دوشنبه به شهر کلوب سفر میکنند و در دوره این سفر فستیوال نمایش جمهوری زینت و حسن جوانی چکن برگزار میگردد و باید گفت که فستیوال مذکور، چهاربینی مذکور با سرپرستی به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اینک ما به راه می‌برویم. راه طولانی است. چی باید کرد تا در آن دلگیر نشوی؟ اکثریت با هم شناس و آشنا نیستیم. ما رو میباید با هم از نزدیک آشنایی پیدا کنیم. خیلی خوب، بگذار همین طور باشد. الکی به ناحیه واسه رسیدیم. همه به پیشوازی ما آمدند و با سرود و موسیقی اینجا ما را پیشواز میگیرند. رئیس ناحیه مذکور موسی غفارزاده از حضور ما خوشنود است و با صمیمیت ما را خوش آمدید میگوید. و دوستان و جوانان و نفرانی که امروز قدم خود را به ناحیه واسع گذاشتند، من بسیار میندار هستم. تمنای اون را دارم که در پیروی به گفته‌های پیشروی منظم ملت تا جاویدان جوانی باقی میماند. سلامت و سربلند باشید. نصف روزی هم شد و اینجا برای ما ضیافت هم آراستند. باید اقرار شد که ما جوانان خوشبخت زمانیم، زیرا در دوران زندگی میکنیم که فضای کشورمان آرام و آسوده است. در اینجا 80 نفر جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان انتظار ما بودند و در این سفر ما را همراهی کردند. پستان از قلعه هولبوک ناحیه واسع دیدن کردیم. اکثریت باری اول است که به این قلعه می‌آیند. اینجا غرور ملی بیدار می شود. تاریخ با ما سخن میگوید. این همه بازیافت ها و تکنولوژی بنیادی قلعه از فرهنگ و مدنیت بوی قدیمی ما درک می‌دهد. همین طور با یک احساس زیبا از اینجا بیرون میبرویم. اشتراکی این فستیوال در حیات زیاده از 300 نفر جوانانی تمام کسب کار گوناگون از تمام گوشه و کنار جمهوری امروز در این فستیوال شرکت دارند و هدف از برگزاری این فستیوال پیش از همه سرجمی جوانان، دوستی بین جوانان و در این زمینه ترغیب فرهنگ ملی میان جوانان جمهوری و زنده کردن افتخار ملی جوانان شهادت می‌دهد و البته برگزاری چنین فستیوال ها باز در آینده شهادت آن است که ما جوانان در سیاست پیشگرفته پیشوای ملت متحد هستیم و خواهیم ماند. اینک به کلوب شهری بوستانی هم رسیدیم. صمیمیت جوانان و عموما مردم این شهر حد و کنار ندارد.
اینجا نیز با یک تنتنه خاصه ما را پیشواز گرفتند. سراول ما راه گرفتیم به آثارخانه شهر کلوب. دوستان عزیز، چگونه که شما در رفتی برنامه دیدید، جوانان شهر کلوب مهمانان را با یک تنتنه خاصه با نون و نمک پیشواز گرفتند و این حال ما در موضع قلعه در میان مردم کلوب با نام قلعه معروف است قرار داریم و جوانان از این موضع دیدن کرده ایستادند. در پس همین قلعه آثارخانه شهر کلوب جای دارد و موافق نقشه فستیوال، موافق برنامه امروزه ما باید از آثارخانه شهر کلوب دیدن کنیم. ما رو همراه باشید و از دوام سفر آگاه خواهید گردید. اینجا نیز کمی سیر تاریخ نمودیم و از میراث و بازیافت‌های نادر تاریخی دیدن نمودیم. امروز از جریان فستیوال ما هزارها لحظه‌های جالب و تکرار نشونده را هم حرف زنیم، آن کم است. زیرا در برابر وارد شدن به این شهر باستانی یک حسیات ما را فراگیر بود که حسیات گرمی، صمیمی و مهمان دوستانه این مردم باستانی بود که ما خود را چون میزبان در خانه خود احساس نمودیم و باوری داریم که فستیوال آزمون جمهوریوی زینت و حسن جوانی است چکن در یک شکوه و شهامت خاصه جنبست می‌گردد. یک گروه جوانان از تمام مناطق جمهوری به شهر کلوب باستانی سفر کردند. در فستیوال نمایش جمهوریوی زینت و حسن جوانی است چکن که به شهر کلوب سفر کردند و ما جوانان افتخار از آن داریم که این فستیوال در شهر کلوب باستانی ما برگزار گردیده ایستاده است و منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان، به پرزیدنت فدراسیون فوتبال محترم رستمی امامعلی، به کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که ما جوانان را پیوسته دستگیری میکنند و همیشه ما جوانان هرگز این همه غمخواری ها را به جواب نمیگذاریم و کوشش بران میکنیم تا نام ملت خود را به عرصه جهانی باز هم بالا برداریم. جوانم من جوانم، گل نورسته باغ جهانم، بلند از عرش باشد طالع من، با گل باغ جوانی کامرانم. پسان به زیارت مقبره میر سید علی همدانی رفتیم. خلاص یک روزی پر از خاطره و نشاط ما سپری گردید. صبح 16 ایون همگی در نزد بینای دانشگاه دولتی شهر کلوب به نام ابو عبدالله رودکی سرجمع شدیم. و از نمایش هنرهای مردمی با یک ذوق تمام دیده نمودیم. اینجا تمام هنرمندان شهر کلوب سرجم آمده هنرهای دستی خود را به نمایش گذاشتند. عزیزان، تاجیکم، از تاجیکستانم، زی خاک پهلوانانم، هم از شهر عزیزانم، زی دامانی قدم جای امیر جانم، زی کلابم، زنی کلاب با پیراهنی گلبست بس زیباست، چکن مودی هزاران ساله های مادرانی ماست.
ما جوانان فعالی ولایت سوخت هستیم که طول دور از است در شهر کلاب در فستیوال آزمون جمهوری نمایش جمهوری زینت و حسن جوانی چکن اشتراک داریم و با جوانانی از منطقه های جمهوری تاجیکستان با آنها دستی پیدا کردیم. در این طول دور است ما از موضع های تاریخی فرهنگی کلاب دیدن کردیم و به ما خیلی پسند آمد. این روزهایی که ما دو روزی که در شهر کلاب گذراندیم روزهای فراموش نشونده ما می باشد. گل وحدت دل دولت جوانان، درخش شوکت و سولت جوانان، در آغوش بهاری تاجیکستان، امید زنده ملت جوانان. جوانان وطن با هم بیاییم، سرود عشق را با هم سراییم، مثال پیشوای ملت خویش در دل پیش فردا وانماییم. جوان است و جوانی نکند، با حسن جوانی دلستانی نکند. هر که ز خوشی های جوانی دور است، بهتر بودا که زندگانی نکند. همچنین در دایره فستیوالی مذکور کنفرانس علمی عملی در موضوع نقش پیشوای ملت در معرفی فرهنگ ملی چکن میراث غیرمادی فرهنگ یونسکو گذرانیده شد. در کنفرانس مذکور معاون رئیس ولایت ختلان مغفرت خدیرزاده و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده همچنین یک قطار دانشمندان شرکت ورزیده درباره تاریخ چکن حرف زدند. ریشه همون کاسگل‌های چکن به زمانهای مهرپرستی مردم ما مهرپرستی، این یعنی خورشید پرستی، میترائیسم یک جریانی بود که از آسیای مرکزی شروع کرده تا اقیانوس اتلانتیک. این مردمان با باوری‌های میترائیسم بودند. هم مردم گمان می‌کردند که آفتاب خدا است. و برای هم عجیب است وقتی که آفتاب میبراید روز می شود، کار و زندگیش آفتاب باشد، گرمی می شود آفتاب باشد، خب سبزیش و رویش دیگر بالیدگی ها می شود. نباشد اگر آفتاب در این تاریکی هیچ کاری نمی شود، همه یخ می بندد. بنابراین مردمان گمان می کردن که خدا همین آفتاب است. و تمامی اگر ما درباره چکن بگیم بگذار بیاد بیاریم نوروز و صده و مهرگان را و شب یلدا را که این همه وابستگی دارند به خورشید. شب یلدا شب تولد خورشید است، شب صده این به بالیدگی و به پرزوری رسیدن آفتاب است. نوروز و خانه به شب و روز اعتدال یعنی برابری شب و روز رسیدن نوروز است و مهرگان به برابری تیرماهی است. ببینید همه با آفتاب و چکن نیست. این کاسگل های چکن نه تنها این را مردمان ما دارند، اما بزرگی مردم ختلان زمین خصوصا کلاب در آن است که همین هویت ملی را تا امروز نگاه داشته آمدند.
мақсад аз баргузории фестивали чакан ин ҳам бошад боз ҳам ривоҷу равнақ додани урфу одат анъанаҳо махсусан чакан дар байни тамоми қишрҳои ҷомеа махсусан ҷавонон мебошад ки ҷавонон аз он нуқтаи махсусан аз шаҳри Кӯлобе ки бо чакан муаррифӣ мешавад ва ҳамчун макони чакан гӯем хато намекунем дидан намудан ва аз он нафароне ки бо бисёр ҳам заҳматҳои қарин яъне ки бо дастони худ ин гулдузиҳоро дар рӯи матоъ медузанд дидан намуданд. از این 2700 ساله وطن بر لب فلک و به میرژم خاک کهن از شهرهای ابریشم و از ملک چکن با شیر و سخن سلام آوردم من. қисмати дуюми рӯз озмуни ҷумҳуравии маликаи чакан бо иштироки 15 нафар ҷавондухтарон баргузор гардид. дар ин озмун ҷавондухтарон маҳорати худро нишон доданд ки ҳар яке боиси таҳсин буд. ҳамчунин дар баробари баргузории озмун ҳунармандон бо рақсу таронаҳои дилнишин ба ин барнома рангуреби дигар бахшиданд. дар қисмати ниҳоӣ иштирокчиён аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. дар ин баробар Фарзона Давлатзода аз шаҳри Кӯлоб шоҳиҷоизаи ин озмунро ба даст овард ва маликаи чакан интихоб гардида соҳиби тоҷи тиллоӣ шуд. در این فستیوال آزمون شرکت ورزیدم و همچون ملکه چکن سزاوار جایزه گشتم. من مینتداری خیش را به پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان و اینچنین به کمیته جوانان و تشکیل کنندگان همین فستیوال آزمون رسانیدنیم. дӯстони азиз, айни ҳол ҷавонони шаҳри Кӯлоб аз назди парчами шаҳр роҳпаймоӣ мекунанд то ба назди муҷтамаи 2700-солагии шаҳри Кӯлоб. чуноне ки мебинед дар дасти онҳо овезаҳо бо гулдузии чакан аст ва мошинҳо низ бо гулдузии зебои чакан ороиш дода шудааст. ва бояд гуфт ки ана ҳамин роҳпаймоӣ боз ҳам шукӯҳу шаомати фестивалро зеботар мекунад ва дар назди муҷтамаи 2700-солагии шаҳри Кӯлоб боз моро як барномаи фарҳангии дигар интизор аст. аз он ҷо хотираҳои зебо хоҳем бардошт. рафтем. дар ин роҳпаймоӣ ҷавонони касбу кори гуногун, аъзоёни ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат, гирандагони стипендияи президентӣ, ҳунармандони ҷавон, ҳайати чакандӯзон, ҳайати омӯзгорон, табибони ҷавон иштирок намуданд. пас аз раҳпаймоии осоишта дар маҷмаъаи таърихии 2700-солагии шаҳри Кӯлоб ҳамоиши ҷавонон таҳти унвони пайравони пешвои миллатем шурӯъ шуд.
بعداً در فرجام همایش از جانب هنرمندان بهترین کشور یک برنامه فرهنگی برای جوانان و ساکنان شهر کلاب پیشنهاد کرده. همین طور روز دوم فستیوال با شکوه و شمامتی خاصه انجام یافت. صبح 17 ایون جوانان سربلند شهر کلاب به گسل ما برآمدند. دوستی را جستجو داریم، ما از امانی گفتگو داریم. ما جوانان دانشگاه دولتی کلاب و همچنین جوانان کلاب شهر بوستانی بسیار از آن شاد هستیم که امروز در دانشگاه ما چنین فستیوال ها چنین نمایش ها زیاد میگردند و این یک رشته هست برای گسترش دادن دوستی ما جوانان گوشه و کنار جمهوری است و در آینده هم امید آن را داریم که چنین فستیوال ها چنین نمایش ها در دانشگاه ما زیاد میشوند و رشته دوستی جوانانی سر گوشه کنار جمهوری حضور آورده باز هم با ما دوستیشان پیوند میگردد. من امروز خیلی خوشحال از آن هستم که جوانان تمام منطقه جمهوری با کلاب شهر باستان مهمان شدند و ما طی 2 روز آنها را مهمان نوازی کردیم و از آن غمگین هستم که روزها تیز میگذرند و جوانان از شهر ما میروند و باعث خوشبختی و سرفرازی است که امروز تمام جوانان با ما با آنها آشنایی پیدا کردیم، دوست شدیم و می‌خواهیم که چنین سفرها زیاد شوند و ما نیز به شهر و ناحیه‌های جمهوری سفر نماییم و دوستی خود را با اینها قرین نماییم. همین طور ما راه گرفتیم بعد دوشنبه شهر با یک جهان خاطره های فراموش نشونده.